سلام و عرض ادب. امیدوارم خوب و سلامت باشید. توی این آموزش یک ابزار هوش مصنوعی رایگان رو خدمتتون معرفی میکنم که میتونید به عنوان جایگزین چت جی پی تی استفاده بکنید. تقریبا میشه گفت تمام وظایفی که با چت جی پی تی به طور معمول انجام میدید رو با این هوش مصنوعی هم میتونید انجام بدید. رایگان هست، محدودیتی هم نداره. خوبیش این هست که محدودیتی نداره و قابل استفاده هست. داخل گوگل زد ای آی رو اگر بنویسید اولین سایتی که بالا میاد همین هوش مصنوعی هست. نیاز به وی پی ان هم نداره تا جایی که من تست کردم، ولی اگر بالا نیومد وی پی انتون رو روشن بکنید، ولی معمولا نیازی نداره. ابتداً سمت بالا، سمت راستش یه گزینه هست تحت عنوان ساین اپ که من حالا این رو انجام دادم. فقط یه کار خیلی ساده هست که بعد ایمیل یا جیمیلتون رو وارد بکنید و یه ثبت نام اولیه انجام بدید. ساین اپ حالتی هست که شما اولین بار دارید ثبت نام میکنید، صرفا ایمیلتون رو وارد میکنید و وارد نرم افزار میشید، یعنی کار خاص دیگه ای نداره. اگر قبلا ثبت نام کردید لاگین میکنید. لاگین برای کسایی که قبلا ثبت نام کردن. من قبلا با ایمیلم وارد شدم و دیگه نیاز به ورود دوباره ندارم. توی این قسمت یه سرچ باکسی داره، مثل در واقع چت جی پی تی. شما کافیه فقط صرفا سوالتون یا هر کاری که میخواید انجام بدید رو بهش بدید، یعنی هر سوالی که دارید رو ازش بپرسید و این در واقع بررسی میکنه. من مثلا یه سوال علمی میپرسم که به فارسی هم چون پشتیبانی میکنه به فارسی مینویسم: آیا بین ویتامین دی یا سطح مثلا ویتامین دی و آرتروز زانو ارتباطی هست؟ اینجا سوالتون رو میپرسید یا حالا هر تسکی که میخواید بهش رو میدید. توی این قسمت اینجا دو تا گزینه داره، یکی وب سرچ هست، یکی دیپ سینک. وب سرچ اگر فعالش بکنید که به رنگ آبی در میاد اون در واقع نتایج جستجو رو از آپدیت ترین حالت، یعنی میاد در همون لحظه در واقع داخل وب سرچ میکنه و بر اساس نتایج جدید میاد خروجی بهتون میده. اگر این خاموش باشه بر اساس صرفا دانستهای قبلیش میاد جواب رو بهتون میده. بهتر هست که وب سرچ فعال بشه. گزینه دیپ سینک هم حالتی هست که میاد یک سرچ عمیق‌تر انجام میده روی اون سوالی که بهش دادید یا حالا هر وظیفه که بهش محول کردید رو میاد در واقع به صورت عمیق‌تر روش اون سرچ رو انجام میده. این برای حالتی هست که شما مثلا دانشجو هستید یا معلم هستید، دانش آموز هستید، میخواید یه کار عمیق‌تر انجام بدید. مثلا بگید که بین سطح ویتامین دی و آرتروز زانو بیا مثلا 5 صفحه مقاله برام آماده بکن، بیا فلان کار رو انجام بده. در اون حالت دیپ سینک رو در واقع فعال میکنید. ولی در حالت عادی که حالا صرفا یه سوال ساده میخواید انجام بدید، وب سرچ فعال باشه کفایت میکنه. من این رو غیر فعال میکنم، فقط وب سرچ که اینجا هست به رنگ آبی فعاله. بعد گزینه سند ایمیج رو میزنم و شروع میکنه به جستجوی اون جواب داخل وب. معمولا ظرف 30 ثانیه 1 دقیقه نهایتا خروجی بهتون میده. محدودیتی هم نداره برای سرچ کردن. مثلا گفته بله ارتباط وجود داره بین سطح ویتامین دی و آرتروز زانو. بعد خروجی داده که مثلا بر اساس این شواهد مثلا کمبود ویتامین دی با بروز ابتلا به آرتروز زانو مرتبط هست و لینک ها رو آورده. لینک اون نتایج که اینجا روش بزنید وارد اون لینک میشید که از چه منابعی استفاده کرده. اینجا تقریبا میشه گفت یه خروجی به نسبت خوب رو داده. لینکش هم هست برای هر قسمت، روش بزنید وارد اون لینک میشید. توصیه های عملی کرده و در نهایت حالا جمع‌بندی کرده که گفته مثلا ارتباط بین ویتامین دی و آرتروز زانو قطعی نیست، اما شواهدی وجود داره که گفته که حفظ سطح نرمال ویتامین دی
برای سلامت غضروف مفید هست و بایستی با مثلا خوردن مکمل و مصرف مکمل جلوگیری کنیم از در واقع اون ابتلا به آرتروز. این برای حالتی بود که ما میخوایم صرفا یه جواب اولیه بگیریم از اون نتیجهمون، ولی حالا اگر خواستیم بالفرض یه جواب کاملتر و عمیق‌تر بگیریم دیپ سینک رو هم فعال میکنیم. یه نکته خوب دیگه که هست، اگر گزینه به علاوه رو بزنید میتونید در واقع به هوش مصنوعی ورودی بدید. مثلا میتونید بهش عکس بدید، میتونید بهش PDF بدید، میتونید بهش بالفرض میگم ورد بدید. مثلا میگم من یه ورد اینجا بهش میدم، مثلا این ورد تا 10 تا فایل رو هم ساپورت میکنه تا 50 مگابایت. مثلا میگم که یه دستور بخوام بهش بدم، میگم که این فایلی که بهت دادم رو بیا برام خلاصه بکن. مثلا میگم که امتحان دارم، این فایل رو برام خلاصه بکن، یا برام توضیح بده، یا حالا هر وظیفه دیگه‌ای که بخوایم بهش بدیم در واقع. یا مثلا بهش یه عکس بهش میدیم، مثلا یه عکس نمودار از یه مقاله، یا عکس مثلا یه عکسی هست از مثلا کتاب زیستشناسی مقطع 11 و 12 میخوام برامون توضیح بده. بهشون عکس رو وارد میکنیم، بهش میگیم که به عنوان مثلا یک معلم برای این عکس رو توضیح بده یا برام این عکس رو شرح بده. یعنی این کارها رو هم میتونیم انجام بدیم، چون چت جی پی تی معمولا بیشتر 4-5 تا سوال ساپورت نمیکنه، ولی این هم تعداد بالاتر از فایل ها رو ساپورت میکنه، هم در واقع تا 50 مگابایت سایز در واقع فایل رو ساپورت میکنه. این دومین کاری هست که میتونیم انجام بدیم. قسمت بعدی AI اسلاید هست. اگر بزنیم اینجا به رنگ نارنجی در میاد، ساخت پاورپوینت. کار خیلی خوبی هست، یعنی که میشه باش انجام داد. میتونیم بهش پرامپت بدیم و بگیم که مثلا درباره ارتباط هوش مصنوعی با ورزش بیا برام پاور بساز. یا میتونیم تخصصی تر بگیم دیگه، مثلا بگیم که 15 برام درباره ارتباط هوش مصنوعی با ورزش بیا در پاورپوینت 15 اسلایدی 20 اسلایدی بساز. من این رو توی یه ویدیو دیگه آموزش دادم، ویدیو قبلی رو اگر دوست داشتید میتونید ببینید که چطور با هوش مصنوعی پاورپوینت میسازیم. و حتی میتونید بهش ورودی بدید دیگه، یعنی مثلا بهش یه سری فایل بهش بدید، مثلا بگید که درباره ارتباط هوش مصنوعی با ورزش بیا با استفاده از این فایل هایی که بهت دادم، با استفاده از این منابع بیا برام پاورپوینت بساز. چون شما وقتی بهش فایلی ندید میاد خودش سرچ میکنه و بر اساس خروجی در واقع اون اطلاعات خودش میاد پاور رو میسازه. ولی میتونید بهش اون ورودی اولیه رو بهش بدید، مثلا بهش کتاب بدید، بگید بر اساس این کتاب بیا برام پاورپوینت بساز. سند رو بزنید، در واقع این فرآیند شروع میشه و معمولا هم بین 5 تا 10 دقیقه طول میکشه. این دومین قابلیت هست که ساخت پاورپوینت هست. سومین قابلیت قسمت ماجیک دیزاین. شما میتونید در واقع پوستر بسازید یا مثلا یه کار گرافیکی خیلی قشنگ با استفاده از این ماجیک دیزاین بسازید. مثلا به هوش مصنوعی بگید در رابطه با مثلا فستیوال غذا مثلا یه پوستر قشنگ برام بساز. من اینجا اگر حالا دوباره روش کلیک بکنم یه سری مثال هم داره، اینجا روش بزنید مثلا در رابطه با فستیوال غذا اینجا یه خروجی قشنگ، پوستر قشنگ، این کارهای گرافیکی میتونید بسازید که اینجا البته پرامپتش به انگلیسیه، یعنی شما هر چقدر پرامپتتون دقیق تر باشه خروج نهاییتون بهتره. گفته که بالفرض یک پوستر برام طراحی کن در رابطه با غذا، فستیوال غذا، که حالا به رنگ در واقع نارنجی مایل به قرمز باشه، بعد یه اطلاعات داده که تاریخش کی باشه، لوکیشنش کجا باشه که داخل پوستر نهایی تمام اینا قید شده. و میتونید در واقع اینجا هم یه خروجی هم بگیرید
که من بهتون نشون میدم که چطوری خروجی بگیرید. مثلا می نویسم درباره هوش مصنوعی، ارتباط هوش مصنوعی در آموزش پوستر بساز. وقتی شما سند رو بزنید این شروع میکنه به ساخت پوستر که معمولا بین 5 تا 10 دقیقه طول میکشه. من قبلا اینو ساختم، بهتون نشون میدم که به چه شکل هست. در رابطه با نقش هوش مصنوعی در آموزش پوستر خیلی قشنگ ساخته که اینجا مقدمه داره، کاربردها هست، تصویر داره و کاملا میتونید در واقع اینو حتی ادیت هم میتونید بکنید، یعنی یه سری مطالب رو کم و زیاد بکنید. این قابلیت رو هم داره. و اگر گزینه شیر بزنید میتونید به صورت ایمیج، یعنی مثلا به صورت PNG یا PDF این رو اکسپورت بکنید که من میزنم روی یکی ببینید به چه شکل هست. اینجا قابلیت دانلود شدن داره و به صورت تصویر میتونید این رو خروجی بگیرید. این دومین قابلیتی هست که، یا بهتر بگم سومین قابلیت هست. قابلیت چهارم دیپ ریسرچ هست. دیپ ریسرچ همون قابلیتی که خدمتتون عرض کردم یه قابلیت داره تحت اون دیپ سینک. این تخصصی تر هست. دیپ ریسرچ مثلا شما بیشتر به درد دانشجوها و مثلا دانش آموزان و معلمان میخوره که میخواید یک خروجی خیلی تخصصی بگیرید. یعنی مثلا میخواید یک مقاله‌ای بنویسید یا یک موضوعی دارید که مثلا بهتون گفتن در رابطه با این موضوع برام تحقیق بیار، یا بالفرض میگم یک کار علمی میخواید در ارتباط با یه موضوعی، مثلا همون ارتباط ویتامین دی با آرتروز، سطح ویتامین دی با آرتروز زانو. اگر اینجا مثلا سوالتون رو بپرسید و بعد سند بزنید، این میاد به صورت خیلی در واقع عمیق‌تر و خیلی، اسمش هم هست دیگه، دیپ ریسرچ هست، یک ریسرچ عمیق انجام میده. معمولا خروجیش هم بین 5 تا 10 دقیقه زمان بر هست. اون حالت عادی مثلا بهتون 30 ثانیه‌ای خروجی میده. این بیشتر برای حالت پیشرفته تر هست و زمانی هست که بخواید یک تحقیق عمیق‌تر انجام بدید. و آخرین قابلیتی که هست قابلیت رایت کد هست. میتونید کد نویسی انجام بدید. این برای افرادی هست که مثلا برنامه نویس هستن و در واقع در رابطه با ساخت حالا ابزارها و اپ‌های مختلف میخوان کد نویسی بکنن. خیلی ابزار خوبی هست که کمک میکنه به کد نویسی، یعنی در فرایند نوشتن کد میتونه بهتون کمک بکنه که اینجا مثال گفته. مثلا گفته که یک بالفرض انیمیتد کت برام درست بکن در یک وب پیج، یعنی یک انیمیشن مثلا مرتبط با یک گربه رو شبیه سازی بکن که داره دنبال یک موش، در واقع مثلا یه موش رو داره دنبال میکنه. مثلا میتونید به هر ایده‌ای که توی فکرتون هست رو بهش بگید و خروجی بگیرید. مثلا میتونید بگید یه بازی خاصی رو میخواید بسازید یا یه اپ خاصی رو مد نظر دارید، بهش میگید که در نوشتن این کد به هر زبانی که حالا مد نظر، مثلا زبان C++ میخواید بنویسید یا مثلا با پایتون میخواید بنویسید، اون ایده‌تون رو بهش میدید و در نهایت بهتون خروجی میده دیگه. من حالا قبلا یه خروجی ازش گرفتم که همون گربه‌ای که هست که گفته داره دنبال موش میدوه، مثلا گفته که مثلا موستون رو حرکت بدید و دنبال مثلا اون گربه بکنید. حالا یه همچین ایده‌ای مثلا داده. اینجا بهتون خروجی رو داده، کدش هم اینجا اگر بزنید بهتون میده. حالا چون در تخصص من نیست، حالا نمیدونم به چه زبان برنامه‌نویسی هست، ولی در کل در کد نویسی این خیلی، اگر گزینه رایت کد رو بزنید، هر ایده‌ای که دارید مثلا در ساخت یک انیمیشن مثلا مرتبط با یه وب پیج یا ساخت یک حالا
اپ خاص، مثلا اپ اندرویدی یا یه اپ خاصی رو بخواید بنویسید، این بهتون کمک میکنه در نوشتن اون کد. همونطور که دیدید چندین قابلیت داره این ابزار هوش مصنوعی که میتونید از اون استفاده بکنید در حالا پاسخ دادن به سوالاتتون، در ساخت پاورپوینت، کد نویسی، ساخت کار گرافیکی و حالا پوستر. چندین قابلیت داره که میتونید از اون استفاده بکنید. فکر میکنم برای آموزش کفایت بکنه. اگر لذت بردید از این آموزش و براتون کاربردی بود، ممنون میشم که لایک و سابسکرایب بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید. اگر ابزار دیگه از هوش مصنوعی مایل به آموزش داشتید رو حتما کامنت بکنید که من در دستور کار قرار بدم. ممنونم، موفق باشید.